یک دو بار گفتن شاعر، من بسیار شرم داشتم. راستی من یک نفر ایجادکار هستم. یک نفر ایجادکار که نمیدونم علمی شاید 100 نفر بی مادر در این کتاب با کمک دستگیری شما نوشتیم. زنده باشین. زنده باشین. رحمت خواهش کنم. این آخرین صورت چونه؟ آخرین صورت چند روز پیش از به گذشتن شما آمدن، 8 روز پیش بعد از روز شما گذشتن. بعد گفتم که اوچه روز دوشنبه دیسک زادروز تامی یارون بعد تماشا میکنی. روز دوشنبه یکم اکتبر بود که ما از خواب نخیسته زنگ زدن که مادرت گذشت. با یک صمیمیت خواندم کتاب رو. بسیار به من تاثیر کرد واقعا. بسیار کتابی تاثیرگذار بود. شعر همین است واقعا که باید در انسان یک هیجان به وجود بیارد. همین گونه هیجان رو ما پیدا کردیم. اما موضوع مادر در ادبیات ما یک موضوع بسیار تازه است، زیرا در ادبیات گذشته ما، در ادبیات جهان، از بس که در جهان مردم سالاری خصوصا در شرق حکمران بود، ما اگر از استاد ابو عبدالله رودکی تا امروز تا عصر گذشته البته دیوانها را، کتابها را برگردانی کنیم، به ندرت درباره مادر، درباره زن شعر پیدا میکنیم. معشوقه هست اما درباره زن و مادر بسیار کم است، اما خوشبختانه هست. زیگیتی همه پند مادر نیوش، بابد تیز مشتاب و بربد مکوش، شب و روز چون جان گرامیش دار که چون جان بپروردد اندر کنار. فردوسی میگوید. مادرنامه که دادر عزیز ما، برادر عزیز ما گفته است، این تماما مادرنامه دیگر است. من تبریک میگویم که تکرار نشده است، سخنی است که از دل خود برآمده است. واژه آچه واژه کلیدی و محوری این کتاب است. کی دارد مرهمه بر داغی آچه، یک حوضی دو بر داغی آچه. کی دارد مرهمه بر داغی آچه، یک حوضی دو بر داغی آچه. نباشد خوش دره تا بازگردی، نباشد خوش دره تا بازگردی، به دنیا جز نری این راهی آچه، به دنیا جز نری این راهی آچه. اونچه که در درد و واقعیتی که در شعر سبحان است، میلیون ها داریم و دیده ما هر روز شاید که مشاهده میکنیم، ولی تنها برگزیده ها جرأت کردند، توانستند که همین رو به رشته نظم بکشند. و در اینجا اگر از 61 علم بیمادری سبحان گفته است، بگذار در آینده این علم 61 نیست، این علم شاید که 600 نباشد، 6000 نباشد، چند هزارهای دیگر باشد. بگذار قلمش در همین علمهای بیمادری بگذار اشک ما رود، ولی باور کنید بعد از خواندن همین شعرها خیلی خودمان رو سبک احساس میکنیم. در برابر مادر کی کمبودی نکرده است؟ شاید از روی جوانمردی و نمیدونم نادانی چندین مرتبه برای مادر با خشم نگریستیم. مادر مرا ببخش فرزند خشمگین و خطاکار خویش را. بگذار از همین 606,000 دیگری علم بیمادری بگوید. بگذار اگر شخصانی که مادر ندارند با اشک ندامت و حسرت خوانند، ولی مادردارها بازم 10 چند و 100 چند و هزارها و چند هزار دیگر به قدر مادر برسند. همه آن علم بیمادری ما و شما رو سبحان جرأت کرده روی آب برآورد. همه آن علم هایی که ما و شما، همه ما و شما، راستی که وقتی که هر شعر رو میخوانم، من ادبیات شناس نیستم، راستی حقی شاید بهادهی به شعر و به ادبیات ندارم، ولی من همچنین یک خواننده میگم که وقتی که هر یک مصرعی سبحان میخوانم، پیش نظر من مادری من میآید و همه شما من خیلی به فکرم، زیرا اون علمی را که همه ما و شما نمیتونستیم گفته، سبحان جان برای ما و شما گفت. یادم همه بیماری، شامم همه بیداری، روزی سیه هم بی تو،
چون سنگ مزار آچه